سلام و درود خدمت تمامی شما دوستان عزیز. طبق قولی که داده بودم قرار شد یه ترفند دلارسازی خیلی خفن بهتون معرفی کنم. خب دوستان بریم سراغ آموزش. خودم این ربات رو تست کردم و الان میخوام بازم این کارو به صورت لایو برای شما انجام بدم. برای شروع روی دکمه استارت یا همون شروع کلیک میکنیم. اینجا داره از ما خوش آمدگویی میکنه. چند تا دکمه این قسمت داریم: دکمه دپوزیت، ویدراو، رفرال و بالانس. برای شروع روی دکمه دپوزیت کلیک میکنیم. بهمون یه آدرس ولت میده و میگه که حداقل سرمایه گذاری داخل ربات $100 هستش. خب آدرس ولت رو کپی میکنیم اینجا. من وارد ولت هم میشم. شما میتونید این کار رو از طریق تراس ولت یا صرافی هم انجام بدید. خب $100 واریز میکنم به آدرس. خب وارد ولتشون شد اینجور که احساس میکنم. بله بالانس هم شد $37. خب الان باید منتظر بمونیم تا دپوزیت ما رو تایید کنن. احساس میکنم که چند دقیقه طول بکشه که من ویدیو رو قطع نمی‌کنم و منتظر میمونم تا تراکنش ما رو تایید کنن. خب تا تراکنشمون داره تایید میشه بریم که قسمت رفرال گیری ربات هم توضیح بدیم برای کسایی که سرمایه اولیه برای شروع کار با ربات ندارن. از این قسمت شما میتونید لینک رفرال گیری خودتون رو دریافت کنید و با دعوت هر نفر 50% از دپوزیت اونو دریافت کنید. بله اینجا هم تراکنش ما تایید شد و $400 به بالانس ما اضافه شده که به ما میگه چک یور بالانس. بالانستون رو چک کنید. بله موجودی حساب ما $400 بوده با واریز $100. دوستان برای برداشت نیازی نیست که شما منتظر بمونید، میتونید آنی همون لحظه بالانستون رو برداشت کنید. من روی دکمه ویدراو کلیک میکنم. از ما مقدار درخواستی برداشت رو میخواد که من کل مبلغ رو برمیدارم. خب از همون آدرس ولت میخواد. وارد ترون لینکمون میشیم. آدرس تترمون رو کپی میکنیم و وارد ربات میذاریم. خب به ما میگه که تراکنش شما در حال تاییده و باید منتظر باشیم. احساس میکنم که مثل دفعه قبل تقریبا 1 دقیقه طول بکشه تا این دپوزیت تایید بشه. در رابطه با این سوددهی باید دوستان خدمتتون عرض کنم که این ربات ها یه تایمی میان. خب چیزی که مشخصه اینه که این ربات ها کاملا کلاهبرداری هستن. منتها میشه ازشون به عنوان اولین کسایی که از این ربات ها سود میگیرن یه سودی دریافت کرد. به طور مثال کسایی که اول وارد این ربات ها میشن میتونن یه سود کلانی از این ربات ها بگیرن به شرطی که یه سری از نکات رو رعایت کنن. به طور مثال اینکه با هر اکانت تلگرامی 1 بار فقط از این ربات استفاده کنید و از 1 ولت استفاده کنید. اگر قصد دارید که چندین بار از این ربات استفاده کنید پیشنهاد میکنم که با چند تا اکانت مختلف استفاده کنید. بله دپوزیت ما هم تایید شده. میریم که داخل ولتمون رو چک کنیم. بله دوستان همون جور که میبینید مبلغ $400 به بالانس من اضافه شده و موجودی من شده $437. خب دوستان توضیحات خدمتتون گفتم. آدرس رباتم داخل کانال تلگرام میذارم. شاد و پیروز باشید. اگه سوالی بود بپرسید. خدا نگهدار.